خفن ترین بازی بعد از هوک خدمتکار پیره. ما بچه بودیم بهش میگفتیم بیبی خره. اول از همه شما به 3 تا بیبی نیاز دارین، یعنی باید یکیشو حذف کنید. کارتا رو بین بازیکن‌ها تقسیم کنید و از هر کارتی اگر شبیه به اون رو داشتید از بازی حذف کنید، مثلا مثل 2 تا 9، 2 تا سرباز یا هر چیز دیگه. اما اگر از یک کارت 3 تا داشتید فقط میتونید 2 تای اون رو حذف کنید. بقیه بازیکن‌ها هم باید دقیقاً همین کارو انجام بدن. حالا بازی شروع میشه. همه چیز به بیبی پیک برمیگرده. شما باید بیبی پیک رو رد کنید و نذارید دست خودتون بمونه. توی هر دست شما از نفر سمت راستتون یه برگ میکشید. اگه مثل اونو داشتید اون دوتا رو میندازید وسط. نفر بعدی هم به همین ترتیب از نفر سمت راستیش باید یه کارت بکشه. اگه مثل اونو داشت میندازه بیرون. اگه نداشت میذاره یه گوشه دستش باشه. این کارو به ترتیب انجام میدید تا اینکه دست یه نفر خالی بشه و از بازی خارج شه یا بیبی پیکو بکشه. بیبی پیکو با اون یکی بیبی نمیتونید بندازین بیرون و باید فقط سعی کنید ردش کنید به نفر بعدی. در این حین زای بازی هم در نیارید بیبی اومده دستتون. ریلکس رفتار کنید، بذارین بقیه متوجه نشن و راحت از دستتون کارت بکشن. در نهایت بقیه کارتاشون رو 2 تا 2 تا انداختن بیرون و شما موندین و یه نفر دیگه. اگر اون شخص بیبی پیکو از دست شما بکشه، بازی باز ادامه پیدا میکنه و باید سعی کنه که کارتاشو بر بزنه، شما نفهمین بیبی پیک کدومه و شما رو فریب بده. ولی اگر شما کارت درستو بکشین، بازی تموم میشه و آخرین نفری که بیبی پیک تو دستشه میشه خدمتکار پیر. این پست حتما بفرست برای دوستات تو دور همیاتون بازی کنید.